امروز 11 آبان ماه 404 از طرف پیج دشتی نیوز انسیم کارگاه تولیدی گروه صنعتی زیست پلاست آریا با مدیریت جناب آقای عبدالمحسن رسا اهل دشتی، کارگاهی که تولید انواع نوارهای قطره‌ای یا زبان علمی ترش بگم نوارتای پابیاری که در زمینهای کشاورزا استفاده می‌کنه. جناب آقای رسا، سوال اولم اینه که چه مدت این کارگاه راه افتاده و آیا تو منطقه خم و دوربر خم و شهرستان پارسیان ایره تا شهرستان همجوار و همینطوری جای همین توچی یا نه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جاوید. این کارگاه تو منطقه خم کلا نیسته و بعد بندر عباس هست و شیراز و اصفهان. چه مدت این که این کارگاه راه افتاده آقای رسا؟ الان استارت کارم تقریبا 1 ماه، ولی نزدیکوی 5-6 ماه که دوم کاراش هستم و پیگیره. یا به مرحله تولید الان 1 ماه کرده. الان تولیدش 1 ماه. بله. چطور تو فکر راه اندازی کارگاه افتادی؟ یعنی چقدر نیاز منطقت میدی به تولید این محصول؟ چیزی که تو منطقه نیسته باید بشه دیگه بالاخره، چون اینجا هم کشاورز زیادن، تعداد چای کشاورزی خیلی زیادن و چرا ما بشیم از اصفهان بریم یا شیراز بریم یا مثلا شهرستان‌های همجوار بریم؟ خود تولید میکنیم، همینجا میدیم به مغازدار، میدیم به کشاورز میدیم. سال بعدی اینه که مواد اولیه چه موادیه و از کماره؟ مواد اولیه که برای تولید نیازن از اصلیه مومیشا چیزا کنیم، تهیه کنیم، ولی فعلا اول کار مونده که از اصفهان خرید میکنیم. چه میگویم؟ پاکت. یه مدل که از این موادن، یه موادی هم هست که ضد آفتابن یا همون یووی هن، یه موادی هم هست که چه میگوین؟ مستر بچ، حالت دوده هن و رنگ دهنده و از این چیزا. خب آقای رسا، مراحل تولیدش؟ مراحل تولید اول که یه وانی هست، مواد اولیه کلا داخل وان میریزیم و از طریق این دستگاه خوش حالت جارو برقیش است و مکنده هن، کلا اتومات خوش عمل میکنه و هر زمانی که نیازش بشه خالی و بی دوباره استارت میزن. مواد میشی داخل این قسمت رو به صورت اتومات، بعد می توی قسمت رو اینجا گیری بوکسشن و حالت چرخ چیزش است، چرخ گوشتش است. این 4 تا داغ میکن به درجه حرارتی که اینجا تعریف بوده، باید یک خط داغ کن که برسه به این درجه ها. بعد از این مرحله فنش است که کلا فنا باید روشن و بید، وکیومش است که باید روشن بشد، اگر نبشد یعنی مواد کلا ضایعات میشید. زمانی که از این قالب و مواد درمید این تو والتیه کلا لوله هم، این سوراخو کلا خوش تو وسط این لوله هن و باد میزن تو لوله. از اینجا اشماره بلندی اش میبرد رو فورمینگ. زمانی که رو فورمینگ میشید دیگه لوله موین بید این تو والتی جفتی هم. یعنی الان 2 نوار قطره جفت همن؟ بله جفت همن، 2 تا نوار قطره جفت همن. از این قسمتی که تیغ نده از این قسمت رو رد میبید. زمانی که مودی لولمون مشکلیش نیسته، چشم کیسمون اوجیر نمیزن، سوراخش نیسته، تنظیمن همه چیش، هم زخامتش هم قطرش کامل باید تنظیم بشه. زمانی که همه داخل این قسمتو باید تیغ باید ندومن که جداش واکنده از هم. یعنی اینجا تیغیه؟ بله اینجا تیغه کوسته. بله. این قسمتو یعنی با میکنه 2 تا دیگه توسط این تیغو، بله تیغ جراحی از این حالتو از این وسط قیچی میکنه دیگه. بله جداش رو میکنه. جداش رو میکنه و هر کموتو دیگه میشید مرحله کلاف. میت از این قسمت از این غلطک ها رد میبید و این قسمتو هر اوی که داخل لولن کلن میکشد. خب این نوارو از رو انی از اینجا دوباره میت رو قسمت کلاف و بسته بندی. بله اینا وازو این بید. یه نفر کلن باید اینجا بشه. چون 2 تا 1000 متری اینجا تعریف میبید، خوی سر 1000 متر قطع میکن. قطع میکن اینجا خود باید قیچی شا کنی و
چسبش بزنی و بشه 30 مرحله بعدیش. آقای رسا برای تولید 2000 متر یعنی 2 جفت دیگه بله. چقدر زمان میبره تقریبا؟ 40 دقیقه. سرعتش بلندی ببری میشه مثلا نیم ساعت یکی. تو 24 ساعت تقریبا 80 تا میزنه. کارگری که اینجا کار میکنه کاری سخته؟ نه اصلا. کار باید یکمی فنی بشه طرف که بتونه مثلا لوله بشناسه، مواد بشناسه، بتونه مثلا میکس کن، یا اینکه اگر یه وقتی مشکلی شسی پیش میاد چشم کیسش مثلا اوجیر میزن بفهمی مشکل از چند، حالا یا قطر ضعیفا بوده یا ضخامت ضعیفا بوده یا سوراخه. مثلا تولید تو که یک قسمتی تو فهمی یعنی مشکلشه، حالا یا سیلان یا هر چیزی، چه کارش میکنه؟ این تکیه قطعش میکنیم و میشه جزء ضایعات. حالا اینا هم ضایعات هم حالا انشالله که حالا فعلا که کمن، ولی آینده باید برسنیم حالا یا شیراز یا اصفهان، اونجا آسیابش میکنن کامل و بعد حالت کندورش میکنن و دوباره با تو چرخه تولید، چون مواد نوع، مواد بازیافتی نیست. آقای رسا این نوارهای بازیافتی که تو زمینه کشاورزی جمع آوری میکنن، شما الان تونی که بازیافته شده دیگه؟ ما نیستیم. و تو برنامه آینده تو هستی که کارها کنی؟ سعی میکنیم که بازیافتی کلا استفاده نکنیم. بازیافتی چون دیگه هم عمر خوشش کرده، هم افتوش خورده، هم کلا تو خود لوله هم شن است و خاک است و بالاخره کثیفی خوشش است. تمام محصولات تولیدی شما که از این در میشید مواد نوه؟ بله مواد نوه. کلافایی که شما خود تولید کردید. بله. و بازاریابی چطوره؟ بازاریابی حالا یکی دو تا از دوستان هم زنگ شوزته شوگوت به صورت انحصاری ماده و بالاخره با هم کار کنیم. ما هم بعد از هر 3-4 تا کلوفی که تولید میکنیم ما اینجاش مینسیم شو تست. آقای رسا میبینی چیزی که تو گفت تست میکنه به ما نشون دادی؟ بله. این لوله که تولید میکرده دینامو روشن میکنیم، بازم یه وانش است و آب برگشته از خود وان می توی وان و دوباره برگشت میکنن. حالا سفتیش هم میشه نیا کنی که یک کشاورز چقدر نیازش هسته. الان زیاد نیست کشاورز، ولی خب ما تستش میکنیم که شاید یه وقتی بترکت اینا. بسیار عالی. آقای رسا اگه یک کشاورز بخواد یه دونه کلاف 2 دونه کلاف از محصول شما مثلا ببر خوش خریدا کن، باید چه کن؟ بیت مشکلش نیسته. بیت همینجا. آدرس تو کجا؟ آدرس مو خیابون پرستارن، شهرستان پارسیان، تقریبا یه 100 متری غرب در مونگاه روزیه. شماره تماسات 0917 762 2962. از سپاسگزاری میکنم با همکاری تو که و مبالغ یک کشاورز از شما واقعا تقدیر میکنم که این تولیدی که واقعا نیاز ضروری همه ما کشاورزان اینجا تولید میکنه با کیفیت بالا و آرزوی موفقیت و تندرستی است. انشالله تو بتونیم دستگاه دیگه اضافه کنیم، دستگاه ژوکسین بریم و پلاستیکای تو خود جوغسته تو مویدار که میبرنسی علفای هرس اونی هم انشالله تو آینده حالا چند ماه آینده انشالله او دستگاه هم همینجا اضافه میکنم.